رسیم به تحلیل کاستومای جسی پینکمن. این مورد علاقه خیلی بوده، خیلی دوستش داشتن، واقعا شخصیت مهربونی داشته، اما متاسفانه زندگی براش مسیر دیگه ای رو رقم میزنه. یکی از مورد علاقه ترین قسمت های همکاری کتلین با آقای وینس گیلیگان طراحی کاستومای جسی بوده. اون خیلی دوست داشته که براش استایل خودش رو طراحی بکنه، از اونجایی که یه پسر جوون هستش، سبک هیپ هاپ اون موقع خیلی رو کار بوده و کم طرفدار نبوده، این سبک رو براش در نظر میگیره. لباسای اوورسایز، هودی، کلاهای رنگی، شلوار جین بگی گشاد و که منم بدم نمیاد واقعا، یه موقعی لازمه آدم لباسا رو بپوشه، جایی که نه. و رنگ‌های پایه‌ای خوبی هم توی کالر پرتش میتونید ببینید، مثل قرمز، سفید، مشکی، سبز، زرد، که دقیقا تحلیل‌های تقریبا مشابهی با تحلیل کاستوم‌های والتر وایت هم داره. مثلا لباس زرد رو موقعی به تن داشته که باید خیلی مراقب می بوده، بعد احتیاط می کرده. کلا لباس زرد، رنگ زرد توی سریال موقعی استفاده می شده که یا باید مراقب اون شخص بود یا کلا محتاطانه برخورد کرد. جسی هم همینطور، دقیقا هر موقع که لباس زرد داشته اتفاقی بعدش افتاده، حالا یا خودشون اتفاق بوده، خودشون خطر بوده، یا اینکه باید مراقب می بوده، چون که تو بازی کثیفه یه عده شریک نبوده. Where's my money, bitch? Where's my money? Where's my money, bitch? واسه قرمز رو زمانی به تن داشته که خودش یه هشدار دهنده بوده، یا اینکه بازم مثل زرد خودش یه خطر محسوب می شده، مثل موقعی که میره یکی از همکارای سابقشون رو بکشه لباس قرمز به تن داره، یا مثال قبلی که زدم وقتی والتر وایت اون اولین بار میبینه لباس زیر قرمز به تن داره و حتی ماشینش هم به رنگای قرمز همیشه انتخاب میکنه. دقیقا مثل تحلیل والتر وایت برای استفاده از لباس‌های سبز رنگ، برای جسی هم به این معنا هستش که وقتی که توی مرکز ریکاوری هستش لباس سبز رنگ، همشون لباس سبز رنگ به تن دارن، که این نشون میداده که جسی دیگه واقعا داره وارد یه لول جدیدی از زندگیش میشه، واقعا داره رشد پیدا میکنه، چیزای زیادی از سر گذرونده اما باز هم تموم نشده. این نشون دهنده رشد هیچ وقت تمومی نداره. نارنجی هم زمانی توی شو زیاد دیده شده که خب لباس کاراشون به رنگ‌های نارنجی بوده، حتی تو استایل های کاستومای هنگ هم رنگ‌های نارنجی، قهوه‌ای رو هم زیاد میشه دید. هنگ هم از اونجایی که تو موقعیت‌های خطرناک زیادی قرار گرفته بود، چون که کلا خب شغلش توی قسمت DEA بوده و زندگیش واقعا مورد تهدید قرار میگرفت، یه موقع‌هایی رنگ‌های نارنجی زیاد به تن داشته. لباس کار والتر و جسی هم دقیقا از این قضیه مستثنا نبوده، رنگ خطر و نشون دهنده کلا اون خطرناکی اون موقعیت و شرایط بوده. اون شیفتی که یادتون باشه راجع به لباس ها و کاستوم های والتر وایت تو فصل 3 بهتون گفتم رو اینجا هم ما داریم، یعنی توی فصل 3 جسی پینکمن از لباس های توسی و خاکستری زیاد استفاده شده، به این دلیل هستش که جسی واقعا حالش بده، افسرده است و داره عزاداری میکنه برای مرگ جین. اما تحلیل فصل آخر که خانم جنیفر برایان کاستوم دیزاینر بودن، جسی دیگه اونقدر به استایلی که داره اهمیت نمیده، یعنی وقت نمیکنه، یعنی شرایطش نیست، هم حالش خوب نیست، هم شرایطی بدی داره و همین که واقعا نمیتونه، یعنی توی بد منجلابی گیر افتاده بوده و دیگه اونقدر استایل هیپ هاپ و کلا چیزایی که انتخاب میکرده براش مهم نبوده، بیشتر براش مهم بوده که رفتار والتر وایت باهاش چجوریه. اون دوست داشتی که والتر دقیقا طوری که با بقیه رفتار میکنه، یعنی خواستار اون برابری بوده، با جسی هم برخورد بکنه. راجع به رنگ سفید، خب همه میدونن سفید رنگ پاکی، ساده‌لوحی و پاک بودن از یه چیزی هستش، یعنی یه چیزی قبلا باش درگیر بودی و بعد الان دیگه از اون دست شستی. توی سری فیلم الکامینو که راجع به جسی هستش بیشتر، جسی توی یه صحنه یه بافت سفید پوشیده و دور تا دورش برفای سفید که نشون میده که دیگه جسی واقعا پاک شده و انگاری که هرچی گناه کرده تا الان از بین رفته. اینم از تحلیل کاستومای جسی. Yeah, Mr. White. Yeah, science.
میرسیم به تحلیل کاستوم های اسکایلر وایت. من همیشه دو دسته دیدم که یا از اسکایلر متنفر بودن یا بدشون نمیومده. هر کدوم که شما هم هستین لطفا به من بگید که ببینم چرا یه عده از اسکایلر خوششون ولی در کل حالا تصادف مهربونی هم داشته، نباید از حق بگذره دیگه. هم توی کاله پرت لباس اسکایلر رو میبینید در ابتدا رنگ‌های روشن و لاک استفاده میکرده و آیتم مورد علاقهش کاردیگن هایی به جنس کتون بوده. خیلی از اون آیتم استفاده میکرده. کلا سبک لباس بیسیک و خیلی کلاسیکی داشته و رفته رفته میبینید که رنگ‌های تیره تر استفاده میکنه و اون هم شخصیتش دستخوش یه سری تکاملات و تحولات میشه. مثلا موقعی که دیگه بیزنس وومنه و یا حتی یه شریک جرمه. اما نکته جالبی که توی استایل ها و کاستوم های اسکایلر دیده میشه اینه که خیلی از رنگ آبی استفاده شده. مثلا زمانی که داره با الیت صحبت میکنه رنگ آبی پوشیده. اینجا به این معنا هستش که واقعا قلب پاکی داره و قصدش کمک هست و والتر رو دوست داره و بهش وفاداره. و فکر میکنم آیکونیک ترین صحنه‌ای که اسکایلر داشته تو کلشو مال زمانی بوده که میاد تظاهر میکنه که میخواد خودکشی بکنه. اونجا هم لباس آبی به تن داره. دقیقا اینجا هم باز معنی وفاداری هست، اما من میخوام از این شرایط فرار بکنم هم هست. و باید اینو آدم در نظر بگیره. یعنی والتر پوستش داده از شیمی درمانیش تعریف میکنه و اون اسکایلر احساس خستگی داره، حالش خوب نیست. رنگ آبی I'm feeling blue از این هم نشأت گرفته. ناراحته و میخواد واقعا مثل اینکه فرار بکنه از اون موقعیتی که توش گیر افتاده. رنگ آبی تحلیل دیگه ای هم داره، مثلا به معنی دست شستن از گناه ها هم هست. مثلا موقعی که اسکایلر داره به والتر کمک میکنه که اون پولشویی رو انجام بده، موقعی که داره راجبش صحبت میکنه رنگ آبی به تن داره، یعنی اینکه دیگه انگار که میخواد خیال خودش رو کمی از اون راحت بکنه، ولی خب داره اون کار رو انجام میده. جای دیگه که از رنگ آبی استفاده شده و مثلا این دخترانه هم اصلا برمی‌ریزه انگار که ناراحت میشم. موقعی که جین رو میخوام بزنن توی تابوت یه لباسی به رنگ آبی واسش انتخاب میکنن که اینجا آبی کاملا به معنای ناراحتیه. نکته جالبی که وجود داشت این بودش که از اونجایی که زیاد از رنگ آبی توی کاستوماش استفاده شده بود حتی اسمش هم اسکایلر بود. What is she doing? What is she doing? میرسیم به تحلیل کاستوم ها. یکی از جالب ترین کاراکترهایی که توی سریال وجود داره یعنی به اسم ماری، خواهر اسکایلر هستش. خیلی برای من عجیب بود وقتی اولین بار که شروع دیدم چرا ماری بیشتر مواقع بنفش پوشیده. خب این اتفاقی نیست و همشون دلیل داشته و پیام رسوندن اون کاراکتر ماری با رنگ لباساش مربوط به زمانی بوده که بنفش نمیپوشیده. حالا بنفش به چه معناست؟ میخواسته نشون بده که ماری داره توی دنیای خیالی زندگی میکنه. ماری فکر میکرده که همه چیز تحت کنترلشه، فکر میکرده که زندگی بی‌نقصی داره، فکر میکرده که میتونه از هم بالاتر باشه و کلا خودش رو بالاتر از همه میدیده، حتی از خواهرش که بزرگتر بود یعنی اسکایلر. کلا رنگ بنفش تو دنیای سینما به معنای وفاداری، لاکچری بودن و یه ذره شخصیت رازآلودی داشتن هستش. همونطور که گفتم ماری موقع‌هایی پیام رو میرسونده که رنگ بنفش نمیپوشیده. ماری حتی فرنیچر خونش رو هم، وسیله های خونش رو هم بیشتر مواقع بنفش انتخاب میکرده. یکی دیگه از معنی‌های بنفش، رنگ بنفش این هستش که اون آدم شرایط و موقعیت استیبل و خوبی داره توی زندگیش از لحاظ مالی. حالا موقعی ماری رنگ‌های مشکی به تن داشت مربوط به زمانی بودش که وقتی یه چیزی رو میدید که نمیتونست بخره و اون رو میدزدید، به این هوا که فکر میکرد کلا روی همه چیز کنترل داره که خودش رو گول میزد. البته اون موقع ها رنگای مشکی به تن داشت. یه چیز دیگه ای که وقتی ماری برمیگشت به لباس
مشکی پوشیدن موقعی بودش که احساس خطر هم میکرد، مثل موقعی که دیگه هنگ واقعا جونش در خطر بود و DEA پیشنهاد داده بودش که حتی ماری هم تحت حفاظت باشه. اینجا جایی بودش که ماری واقعا انگار که ترسیده بود و فکر میکرد که دیگه هیچ کنترلی نداره، واسه همین رنگ مشکی نشون میدادش که اون حسش مرده، حس کنترلش مرده. میرسیم به یکی دیگر شخصیت‌های جالب و بامزه سریال، سال گودمن. یه سریالی جدا داره به نام خودش، بتر کال سال، که منم پیشنهاد میکنم ببینم، خیلی قشنگه. من کار دیزاینر رو خیلی اینجا دوست دارم، یه کار بانمکی انجام داده. وقتی که نویسنده و کارگردان که یه نفر هستن، آقای ویس گلیگان، میاد به دیزاینر اینو میرسونه که میخوام توش برای شخصیتی کاستوم دیزاین انجام بدی که این آدم پول زیادی در میاره اما هیچ بویی از تیست خوب و سلیقه خوب نبود و واقعا هم دیزاینر به بهترین نحو این کار رو انجام میده. خانم کتلین اومده کت و شلوارای رندوم که اصلا شخصی دوزی نشده بودن رو برای سال گودمن خریداری میکرده که بیشتر تو تنش بد باشه و تو تنش گریه بکنه، یا مثلا میومده استت کروات و پیراهن و اون دستمال جیب و این صحبت ها رو هم میومده رنگایی که در تضاد هم بودن استفاده میکرده، مثلا کروات بنفش با پیراهن سبز ست میکرده، خب خیلی بد میشده واقعا. یا مثلا رنگای دیگه نارنجی و آبی زیاد اصلا داشتش، صورتی و سبز و اینا من یادمه بود. کرواتای طرحدارم بیشتر براش استفاده میکرده. به نظر من که خیلی کار هوشمندانه و جالبی بود. حتی به نکته خیلی کوچیکی بهش اشاره شده بود، این بودش که دکمه سردستایی توی استایل سال استفاده شده بود به شکلی ترازو که نشون بده که این واقعا یه شخصیت مسخره‌ایه. چرا؟ چون که واقعا یه وکیل خوب و پاکی نبوده، بخوایم حساب بکنیم از دید انسانی بخوایم اینو ببینیم نبوده، چون بیشتر با گنگسترها و خلافکارا سر کار داشته. یکیش هم آقای هایدنبرگ. No, I'm way too comfortable in my wingtip. Just call anonymous. You call anonymously! ممنونم، امیدوارم هر جا هستین سلامت باشید. خدافظ. I no longer know how to cry.